سلام کینو. سلام. دوست جدیدته؟ آره یه سگ وارداتی خیلی گرونه، خیلی کله خره، نمیذاره حتی یه مگس بیاد توی خونه. روش خوبیه برای اینکه بگی نیان کنه. بخیال، منظورم این بود که این سگ نمیذاره سگای مزاحم بیان خونه. نجات محلی هم داریم اما این خیلی تمیزه، مثل سگای خیابونی جای کسی بگو نمیکشه. نگرش یه همچین جاهایی میدونی که اگه یه سگ خیابونی گازش بگیره عفونت پخش میشه. همیشه که همیشه بذارمش توی خونه، باید بعضی وقتا بیارمش بیرون. ایسا دیگه نرو. سرخط خبرها. در ساحل دریاچه نانگا نالور چنای جسد یک دختر مدرسه 15 ساله به نام سامی و کتا پیدا شد که بیرحمانه به قتل رسیده و در یک کیسه پلاستیکی پیچیده شده. علت قتل هنوز مشخص نشده است. پلیس تحقیقات خود را در این مورد آغاز کرده است. هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی. کات چراغا روشن، فیلمو توی مانیتور نشونم بده. داره پخش میشه قربان. یه نمای نزدیک از چاقوی خونی میخوایم، یادت باشه. اگه خونو نشون بدیم نمیتونیم مجوز بگیریم، تهیه کننده قبول نمیکنه. ساعت چرا داره زنگ میزنه؟ خاموشش کن. نمیتونم خاموشش کنم، خاموش نمیشه قربان. یه اتاق پر از عکس صدها روانی بریده های روزنامه مربوط به اونا، همش برای ساختن یه فیلم از آرون کومار، یه رویای 12 ساله. اینا همه تحقیقات و مطالعات دقیقیه که من برای اولین فیلم نامم انجام دادم. آرون، باید قبل از راه و کالام برسیم به دفتر. دستور تهیه کننده است، زود باش. زود باش، داره دیر میشه. آرون این چندمین تهیه کننده است؟ تعدادش از دستم در رفته. موفق باشی. اولین تصویر رو از زاویه بالا شروع میکنیم. یه دختر با عجله از خیابون رد میشه. داستانتون واقعا ترسناکه. از اولی خیلی تاریکه. یه خانواده به دیدن همچین فیلمی نمیان. یه کاری بکن، اوج داستانو با تعقیب و گریز درست حسابی و حرکات بدلکاری بازنویسی کن. تو واقعا زحمت کشیدی که یه فیلم بسازی، ولی انگار قراره همه زحماتت به خاطر مد جدید از بین بره. قطعا عوض میشه، ما تغییر میکنه. داستان خوبه. تا حالا فیلمی ساختی؟ وقتی پول ندارم چطوری فیلم کوتاه بسازم؟ تو این 75 سال فیلم‌ها اینجوری ساخته شدن.
1.5 سال که پدرت فوت کرده. برامون هیچ پولی باقی نذاشته. اون فقط یه اعتبار خوب کسب کرده بود. برای همینم تو به عنوان بازرس واجد شرایطی. بگو تا شوهر خواهرت کار تو ردیف کنه. آرون فقط امتحان بازرس شدن تو بده، بقیهش با من. فهمیدی؟ آرون اجرای این ما چی شد؟ نمیخوای نقش جسد بازی کنی؟ موفق باشی. ممنون. من عاشق داستانت شدم. چی شد؟ فردا بیا پیش پرداخت تو بگیر. تهیه کننده موافقه. عالیه، فوق‌العاده است. دوربین حرکت. من دیروز سال بینیت رو چک کردم. انگار به مال من نمیخوره. این نباید روی نتیجه فیلم تاثیر بذاره. موفق باشی. تو نگران نباش داداش، من یه کار پیدا میکنم. تو به تلاشت ادامه بده. مامان تو 26 سالته، همین الانش هم نمیتونم جواب مردم رو بدم. برای بار آخر ازت میخوام اگه میخوای با آرامش زندگی کنیم باید کار پیدا کنیم. قربان ما جسد از زاویه مختلف نشون میدیم. تصویر از زاویه بالا شروع میشه و میره پایین ماشین مشکی. تهیه کننده از من خواسته بود بیام اینجا. برای یه جلسه کاری رفته بمبئی، گفته 6 ماه دیگه تماس بگیرید. مامان میخوام شوهر خواهرمو ببینم. اعتبار پدرت باعث میشه حتما این کارو بهت بدن. تو در مورد رقابت و سیاست برای مقام بازرس چیزی نمیدونی. کارگردانی رو بل کردی رفتی سراغ بازیگری. درسته. اون نقش جسد چی؟ برات جورش میکنم. کی؟ خیلی زود. فکر کنم تا اون موقع خودم جسد بشم. آرون بی خیال سینما شد. تو یه کارآموز پلیسی. فقط هر کاری که مقامات بالا ازت میخوان انجام بده. همه اینجا همین کارو میکنن. خیلی خب برو پایین. من بیرون یه کاری دارم. وقتی برگشتم کارو بهت یاد میدم. بشی. بیا تو دادگاه. جواب بده. نه درد داره. تو رو خدا. باش جواب بده. خواهش می‌کنم. الان اصلا. تو رو خدا. خواهش. ای تو. بیا. تو مأمور جدیدی؟ بله قربان. خوبه. انقدر بزنش تا راستشو بگه. قربان من تازه امروز اومدم. خب میخوای روز اول رو بدون گناه بگذرونی؟ روش کن. از اون استفاده کن و چیزای جدید یاد بگیر. وقتی حرف نزده بیرون نیا. چرا نمیتونی مثل یه پلیس کتک بزنی ها؟ اینو بگیر. بدش به من. بیا اینجا. نگاه کن. تو رو خدا. اینجوری میزنیش. بگیرش. تو رو خدا منو نزن. یه ذرم شعور نداری. من همه جا دنبالتم. تو داری داستان سرایی میکنی. داستانت برای یه مجرم، اونم توی یونیفرم. اگه فرار میکرد چی؟ من فرار نمیکردم قهرمان. داستانش خیلی قشنگ بود. پس کل داستانتو براش تعریف کردی. اگه خواستی جایی داستانتو بگی حواست باشه. باشه قربان. بهت گفتم بدون من نیایی بیرون. به حرفم گوش نمیدی. نگاه کن صورتت پر از گرد و خاک شده. خب احمق. اون هیچ وقت یاد نمیگیره. من همش باید با نگرانی کار کنم تا اون شب بیاد خونه.
به پدرش میگم تا دیگه دیر نکنه. آهای آمودا، چند بار باید بهت بگم از فردا باید ساعت 4:30 خونه باشی. آمودا بگید ببینم همسایه دارین؟ فامیل دارین؟ پاسپاتی قربان؟ چی شده؟ قتل قربان. چی شده؟ دخترم داشت برای امتحانش درس میخوند یا حمله کرد به دخترم، میخواست بهش تجاوز کنه. تلاشمو کردم که جلوشو بگیرم، فقط برای اینکه مجبور بودم دخترمو نجات بدم با چاقو زدمش. شوهرت کجا بود؟ شوهرمو کشتم. دختر جون امروز چه امتحانی داری؟ زبان. تو دفتر ثبتش کردی؟ بله قربان. پارش کن ببرش سالن امتحان. قربان. با دامادمون صحبت میکنم، حکم ازش میگیرم. اینا رو فراموش کن و برو امتحانتو بده. گوش کن لکشمی، رئیس شخصا درخواست کرده اون فامیلش خونش دزدیدن برای دفتر گمرک هم کار می‌کنه. از هر وقت تونستی گزارشو برای من بیار. بله قربان. به نظر میاد دختره یه جای اطراف خونه گم شده، پس چک کنید اون اطراف دوربینی وجود داره یا نه. بله قربان. به علاوه وقتی اون دختر گم شده دور گردن سگش یه جعبه کادو انداخته بود، والدینش از دیدن اون خیلی شوکه شدن. این جعبه کادو بفرمایید. هی کی بهت اجازه داد قاتل اون پرونده را آزاد کنی؟ پدر سعی کرده بود دختر خودشو. دختر احتمالاً باید همسن آمو باشه. این موضوع به تو اجازه نمیده هر کاری خواستی بکنی. به خودم اجازه ندادم. با توجه به بند 120 قانون قتل برای دفاع از خود بوده. خودت هم این قانون خوب میشناسی. از تو با توجه به پروسه این کارو کردی. چرا امضای منو جعل کردی یا حکم دادی؟ توقع داشتی چی کار کنم؟ بهت بگم بعد تو یه مأمور تعیین کنیم، بعد تشریفاتو شروع کنیم، تحقیق کنیم و تا اون موقع دیگه پرونده بسته شده. زندگی دخترم دیگه تموم میشه. هر چی میخوای بگو. اگه بعدا مشکلی پیش بیاد کی مسئوله ها؟ همش راجع به قانون حرف میزنی ولی خودت کارهای غیر قانونی انجام میدی. همین الانش هم وظایف محوله به من باعث سرگردم شده. تیم سر کارت باید دلتو بذاری توی خونه، فهمیدی؟ اگه فردا در مورد این پرونده تحقیق کنن من باید به مطبوعات جواب بدم. بعد از اون باید به سیاست‌های محلی رسیدگی کنم. فقط برای حقوقت کار کن، نه بیشتر. آرون این اول و آخرین باری باشه که بهت هشدار میدم، فهمیدی؟ حواستو جمع کن. دیگه هم تکرار نمی‌کنم. شنیدی؟ این اولین و آخرین هشداره. مامانت که اینجا نیست. اون موند خونه، گفت سرش درد میکنه. خدا رو شکر. دایی معلم جدید نمیدونه من دختر کوکیلا، پس فعلا تو پدر منی. فقط هرچی گفت سرتو تکون بده، دهنتو باز نکن. اگه خواستی منو بزن ولی دهنتو باز نکن، خواهش میکنم. ساکت شو، را برو. ببخشید خانم. بیا تو. بفرمایید. شما واقعا پدر آمو هستی؟ باور نکردنیه. باور نکردنیه؟ چرا؟ شما خیلی جوان به نظر میایین. ممنون. انگار دایی ازش خوشش اومده. خب تقدیر من بوده دیگه، مجبور شدم توی سن کم ازدواج کنم. این آرزوی پدر بزرگم بود و باعث شد با مادرش ازدواج کنم. خیلی خوب بگذاریم. میدونین دخترتون چی کار کرده؟ نه نمیدونم خانم. اون امضای شما رو روی کارنامه جعل کرده. دقیقا مثل امضای منه. ولی من فهمیدم. شما خیلی باهوشید خانم. نه برز صحبت میکنیم. بازم امضای منو جعل کردی؟ خجالت نمیکشی؟ شما دخالت نکن خانم. برز صحبت میکنی این کارو بکنی. همه جا بری منو تو باید ببری. چرا تهدیت نشدی تو؟
بعدم میبینمت. میگم چرا وقتی سردرد داری توی خونه استراحت نمی کنی؟ چرا اینقدر به خودت فشار میاری؟ به استراحت نیاز ندارم، تو برو. خب کجا داری میای؟ اما یه ماشین حساب مهندسی خواسته. میخوام غافلگیرش کنم. اشکالی نداره ولی بهش پول نده، لوس میشه، لوسش نکن. باشه بیا. شما چطور میتونید اینقدر بیرحم باشه؟ دختر بیچاره اشتباه بزرگی کرده. خب که چی؟ اگه مامانم هم زنده بود اینجوری میزدی منو. این زیاده رویه. هامو مادرت فوت کرده؟ بله. اینجا همیشه با من اول هماهنگ کن. هامو من از این به بعد دیگه نمیزنمت. متاسفم. ماشین حساب خریدم برای اون لوس کردن محسوب نمیشه. قول میدم از این به بعد دیگه بهش پول ندم. گفتم نه. منو یاد مادرت بنداز. خیلی ناراحت شد. بدش به من. خیلی خوب. خانم چی شده؟ این دختر امضای پدرش رو جعل کرده. دختر بیچاره برای همین گریه کرده؟ پدرش کتکش زد. چی؟ پدرش کتکش زده؟ آره مادرش هم فوت کرده. تو چی گفتی؟ کی اینو به شما گفته؟ خب پدرش گفت. نه به خدا من نگفتم. پدرش کجا؟ اینجا وایساده. بدبخت شدم رفت. پدرشون ایشونن دیگه نه؟ آقا سلام. بیا میشناسیمش. سلام. خانم من مادرشم که فوت کرده و اینم برادر کوچیکتر منه. من پدر آمو هستم. منم دایی آمو هستم. هنوز ازدواج نکردم. آقا از شما اینو پرسیدم؟ نه فقط بحث اطلاع گفتم. باشه ادامه بده. اما قضیه چیه؟ درساتو نمیخونی، امضای پدرتو جعل میکنی، داییتو جای پدرت جا میزنی. خب دیگه همش رو ننداز کردن من. خب داییم امضای پدرمو جعل کرده، من چه؟ از خودم بهتر امضا کردی. باریکلا. برای همینم لو رفتی. توقع دارین جایزه هم بهش بدید. 100 بار بهت گفتم از من نخوا دیگه تحمل کنم. کارای بد اون هی داره بیشتر میشه. درسش هم خیلی بده و هیچ وقت تنبیهش نمی‌کنی. اون به حرف من اصلا گوش نمیده. دیگه واقعا داره منو عصبی میکنه. آمو ترشی میخوای؟ هی نمیبینی دارم حرف میزنم؟ خیلی خوب. اون خیلی شیطونه چون ما خیلی بهش میرسیم و لوسش میکنیم. بهتر از همین ما بذاریش مدرسه شبانه روزی. آمو به من گفت شما مریضی یا امروز نمیای. چرا بلند شدی اومدی مدرسه؟ اول باید تو رو بزنم بعد همه چی درست میشه. خودت براش یه مدرسه پیدا میکنی یا من بکنم؟ جواب منو بده. نه بابا خواهش میکنم. ممنونم. تو بدون اینکه بقیه بفهمن همه چی رو برداشتی ولی یکی اون بالا هست که همه چی رو میبینه. میدونستی؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ باشه خودم ترتیبشو میدم. همه چی بذار سر جاش باشه؟ تو کایا بهش نمیگم باشه؟ سلام. سلام. زود باش بیا. هی چند بار بهت گفتم وقتی یه غریبه نزدیکت میشه برگرد پیش من باشه؟ اونا تو ظاهر مهربونن ولی در واقع بد و بیرحمن. پسرای بد.
مراقب باش. بیخیال، یه امضا بود دیگه. طوری حرف میزنی انگار من یه خلافکارم. حتی یه جرم کوچیکم آدمو خلافکار میکنه. اوه. بله برادر. عکس‌ها رو گرفتی؟ آره گرفتم. باید فردا صبح توی اداره تحویلشون بدی. حواست باشه. باشه. قایمش کرده بودی؟ مگه کلی از اینا نداری؟ برو بذار سر جاش. زود باش. خدای من. ماما قبل از اینکه زاد مغازه بفهمی بذار سر جاش. خانم بذار برش داره. نه نمیخواد. حتی اگه نمیخوایش باید برش داری چون دیگه پولشو داده. کی داده؟ اون مرده که داره با موتورش میره. قتل سامیوکتا را با گم شدن آمودا به خاطر سر اون عروسک به هم رفت. سر عروسک تنها مدرکی که داریم. باید با اون سر نخ جلو بریم. نمیخواد به من یاد بدی که چطوری از سرنخ استفاده کنم. تو باید از من حمایت کنی. ما حتما میگیریمش. خیلی به خودت فشار نیار. دیوید راجا که تهدید کرده بود آمارا میکشه دستگیر شده. تا آخر امروز هم پروندهش بسته میشه. نه نمیشه. پرونده امروز بسته نمیشه. اون وقت رو چه حسابی اینو میگی؟ برادر لطفا به حرفام گوش بده. خانم درسته که من با یه نامه عاشقانه از اون خواستگاری کردم اما جرأت نداشتم بکشمش. راست میگم. پس چرا تو پلیسو دیدی فرار کردی؟ فقط از ترسم بود خانم. به نظرت الان وقتش از مدارک حرف بزنم؟ این خانم خیلی متکبر و خودراضیه. حتی از دستورات مقامای بالاتر هم اطاعت نمیکنه. امکان نداره که به حرفت گوش بده. فهمیدی؟ پس تو برو بهش بگو. من؟ ساکت باش. من فقط دارم دستوراتش انجام میدم و با حقوقی که میگیرم زندگیمو میگذرونم. پای منو وسط این ماجرا نکش. تحقیقات داره مسیر اشتباهی رو میره. حالا خوبه بازم داره پیش میره. بذار بره. بس دیگه من انقدر اذیت نکن. به حرفم گوش بده خواهش میکنم. اینجا چه خبره؟ خانمون داشت راجع به این پرونده حرف میزد. بیا. باید اینقدر بزنیش تا راستشو بگه. بزن. زود باش بزنش دیگه. من بیگناهم قربان. الو سلام عزیزم. غذا تو خوردی؟ مامان الان کار داره. خواهش میکنم. مادر بزرگ چی گفت؟ خواهش میکنم منو نزن. همین؟ دختر خوبی باشه و حرفای مادر بزرگ گوش بده. بعدم بهت زنگ میزنم. باشه عزیزم من باید قطع کنم. چرا درست نمیزنی؟ خانم زدن این فایده نداره. قاتلی که ما دنبالشیم یه آدم رو یا متجاوز مثل این نیست. قاتل یه آدم روانیه که با دقت نقشه میکشه و قربانیاشو میکشه. منظورم اینه که اون یه روانیه. تو خیلی حرف میزنی. خانم یه لحظه. خانم ببخشید. خانم این سامیوکتاست که گم شده بود. اینم آموداست که 2 روز پیش گم شد. بچه اشتراکشون هر دوی اونا دخترای مدرسه 15 سالمه. وقتی داشتن از مدرسه برمیگشتن دزدیده شد.
اینم عکس سامیوکتاست وقتی که ما 2 روز بعد پیداش کردیم. اینم عکس سر عروسکی که وقتی آمودا 2 روز پیش دزدیده شد پیدا شد. اینو ببینید خانم. دقیقاً مثل سامیوکتا موی پیشونی عروسکی کنده شده. همونجور که چشمای سامیوکتا سوراخ شده و دهنش آسیب دیده، همین کارو با عروسکم کردن. غیر از اینا، به خصوص جای چاقو روی پیشونی سامیوکتا، روی گوشهاش، روی دماغش، همه رو میشه روی صورت عروسکم دید. پس با این شواهد به این نتیجه رسیدی که همون مرد، یعنی یه روانی، این کارو کرده. درست میگم؟ فقط این نیست خانم. 27% آدمای روانی وقتی قربانیشون رو میکشن یه علامت از خودشون باقی میذارن. مثلا توی دهه 1970 یه قاتل زنجیره‌ای آمریکایی به نام زودیاک 10 نفر رو کشت و به عنوان علامت یه صلیب توی محل گذاشت. یه روانی به اسم دنیس رادار همیشه یه سمبل زنانه رو در محل میذاشت. وقتی از بغل بهش نگاه میکردن فهمیدن که نوشته شده BTK. توی هند بمبئی جنوبی یه روانی به اسم راوینتر قربانیشو که میکش یه قوطی نوشیدنی تو محل میذاشت. جان آلن از واشنگتن آمریکا از یه کارت به اسم کارت تماس به عنوان علامتش استفاده میکرد و یه روانی به اسم جان فیانسه از یه صلیب شکسته به عنوان علامتش استفاده میکرد. بعضیا روش مخصوص خودشونو برای قتل داشتن. توی قرن 19 توی لندن یه روانی به اسم جک ریپر فاحشه‌ها رو میکشه و بدنشون رو 2 قسمت میکرد. چرا از خودشون علامت باقی میذارن؟ چون با هر امضا مردم از اونها میترسن. روانی‌ها از ترس خوششون میاد، برای همین ادامه میدن. 100 تا از این مثالا وجود داره خانم. سر عروسک که از این امضاست، اون از ترسی که توی وجود ما ایجاد کرده لذت میبره. برای همین میخوام که در این جهت تحقیق کنیم. میخوام اجازه بدید روی این پرونده کار کنم. منظورت اینه که من دارم مسیر رو اشتباه میرم؟ خانم منظورم این نبود. خب وقتی سامیوکتا به قتل رسید همچین سر عروسکی پیدا نشد. خانم اجازه بدید راجبش تحقیق کنیم. خیلی خوب. چرا اینقدر به پرونده سامیوکتا علاقه مندی؟ من این گزارشاتو برای فیلم نامم جمع کرده بودم. آها درسته. تو همون دستیار کارگردانی نبودی که با استفاده از اعتبار پدرش بازرس شد؟ خانم هی این مزخرفاتو بی خود تحویل من نده. از فیلم نامه هات فقط برای فیلمات استفاده کن. تحقیقاتو الکی پیچیده نکن. اگه از خلاقیت درست استفاده میکردی تا حالا کارگردان شده بودی، ولی چون نتونستی الان اینجا. خانم از جسد سامیوکتا که 2 روز بعد از دزدیده شدنش پیدا شد معلوم بود که شکنجه شده. امروز از گم شدن آمودا یه روز میگذره. اگه ما سریع عمل نکنیم ممکنه همین شرایط داره آمودا هم پیش بیاد. که پیش میاد. گوش کن. تو به من نمیگی چی کار کنم. برو سیگار برام بگیر. زود باش. برو دیگه. منم. اطرافو خلوت کن. نذار مردم مخصوصا رسانه ها عکس یا فیلم بگیرن. من تو راهم. آرون تو درست حد زده بودی. انگار حق با بازرس بود. همونجوری که اون گفت شد. بدون اجازه من نذار هیچ خبری پخش بشه. بله خانم. نه قربون، ما هیچ جعبه کادویی تو تحقیقات سامیوکتا پیدا نکردیم. یه بار دیگه با والدینش چک کنیم. قربان ما همچین جعبه‌ای پیدا نکردیم. سامیوکتا وقتی داشت از مدرسه شبانه روزیش برمیگشت دزدیده شد. وقتی داشتم کالبد شکافه میکردم نتونستم جلوی گریم رو بگیرم.
فکر کنم قاتل نمیدونه درد یعنی چی. قلب سیاه. دختر بیچاره چشمش از کاسه در آورده، دندوناشو شکسته و موهاشو تیکه تیکه کنده. بالاتر از همه بدنشو با چاقو زخمی کرده بود. همه این کارا رو وقتی دختر زنده بوده انجام داده. این آدم مبتلا به اختلال شخصیت جامعه ستیزه، با پرخاشگری و انحراف رفتاری. خلاصه بگم اون یه آدم کاملا روانیه، یه روانی تمام عیاره. قربان بهش تعرضم شده بود؟ نشده بود، اما قسمت‌های خصوصی بدنش قربان این گزارش کالبد شکافی سامی پیداست. این یکیه، دقیقا مثل آمودا به قتل رسیده. من مطمئنم که مثل اونه. باور کن. خب قربان فکر میکنی طبق این حقایق میشه ثابت کرد که همون قاتله؟ خانم یه نفر بعد از رفتن اون یه هدیه به اسمش گذاشته بود، ولی من بعد از اینکه شنیدم چه اتفاقی براش افتاده کلا فراموش کردم. من اینو از مدرسه سامی یکتا گرفتم. چه خبره لاکچمی؟ از بخش با هم تماس گرفت. ارتباطی بین قتل آمودا و پرونده قتل سامی یکتا که بسته شده وجود داره؟ نه قربان. خب زود باش لاکچمی. قربان پس تو میگی یه آدم روانی این قتل رو انجام میده. اگه هیچ ارتباط و انگیزه‌ای بین اون و قربانی‌ها وجود نداره، پس چطوری پرونده رو جلو ببریم؟ به کی شک کنیم؟ چطوری بگیرمش؟ یه حسی به من میگه این پرونده خیلی پیچیده است واقعا. قربان من یه فکری دارم، ولی یه خطری وجود داره. بگو ببینم. قربان توی این پرونده علامت گذاشتن یه جعبه کادو بعد از دیدن قربانی و انداختن جسد در یک مکان عمومی، یعنی قاتل داره خودش رو تبریک میکنه. همونجوری که تشویق‌ها و تمجیدها به یه هنرمند انگیزه میدن، این آدمای روانی از توجه و ترس مردم لذت میبرن. همین باعث میشه ادامه بدن. این باعث ثبات ذهن اونا میشه. همین ثبات ذهن باعث میشه قتل‌هاشون رو برنامه‌ریزی کنن. برای اینکه جلوشون رو بگیریم، باید ثبات ذهنشون رو از بین ببریم. اگه هیچ رسانه و روزنامه‌ای اخبار اونا رو منتشر نکنه و هیچ کس بهشون توجه نکنه، اون دیوونه میشه، گیج میشه و توجهش به یه هدف دیگه جلب میشه و توی نقشش اشتباه میکنه. ما میتونیم توی اون لحظه گیرش بندازیم. برای این منظور باید جسد آمودا رو از همه پنهان کنیم، حتی از والدینش. قربان بیایید اینو اجرا کنیم. گوش کن، اگه خبرش درس پیدا کنه یه بازرس مثل تو لازم نیست نگران باشه، چون درد سرش میفته گردن ما. باید جلوی رئیس کل و وزیر جوابگو باشیم. خانم اون قاتل بس نمیکنه. متاسفانه ما هیچ سر نخی نداریم که به اون روانی برسیم. انقدر بی‌رحمونا رو کشته که حتی پزشک کالبد شکافی هم نتونست اشکاشو کنترل کنه. میخوای والدینش اینو ببینن؟ فکر میکنی میتونن تحمل کنن؟ آرون، برای هر پرونده یه سری اصول و قواعدی وجود داره. به نفعمونه اونا رو دنبال کنیم. برو والدینشون رو ببین و بهشون خبر بده. بذار من با بخش صحبت کنم. قربان چون روش‌های عادی تو این پرونده موثر نیستن، این ایده به ذهنم رسید. لطفاً قربان. نمیخواد تو بگی چی موثر چی نیست. فقط از دستورات اطاعت کن. نمیتونه آموده یا بریم ببینم. خواهش میکنم گریه نکن، نگران نباش. بیا بریم. چرا ما اومدیم اینجا؟ من نمیام. من جرأت ندارم ببینم. اگه این واقعا جسد دخترمون، خواهش میکنم منو هم باشو عزیزم.
گریه نکن خانم. اون اینجا نیست. چی شد؟ دختر ما نیست. مطمئنی؟ آره هیچ اتفاقی برای دختر ما نمیافته. بیا بریم بیا. قربان درست دیدی؟ دختر ما نیست. بیا. قربان اون جسد آموده نبود. من نکاتی که گفتی با بخش در میون گذاشتم. اونا اجازه را صادر کردم. قربان پس جسد آموده چی شد؟ اینجا یه سردخونه مخفیه که توسط دولت نگهداری میشه. از بیرون شبیه یه انبار داروی معمولیه. وقتی ما مجرمایی که از لحاظ سیاسی حمایت میشن و دستگیر میکنیم و میکشیمشون میاریمشون اینجا. یه پرونده فرار واسهشون درست میکنیم و الکی راجع بهش تحقیق میکنیم. وقتی آب از آسیا بیفته جسدشون رو از بین میبریم. منطق تو راجع به اون روانی درست به نظر اومد. دکتر ناندان مسئول اینجاست. برای مخفی کردن جسد آموده مشکلی وجود نداره. اگه قاتل یه روانی باشه قبل از یه قتل دیگه باید دستگیر بشه. بیرون بیرون. بفرمایید. بیا عزیزم. سلام قربان. داس هستم. من پدر آمو هستم. درس او یکم ضعیفه، برای همین آوردمش توی این مدرسه. شنیدم شما خیلی سختگیرین. خواهش میکنم ازش مراقبت کنید. شما میتونید برید. خیلی خوب عزیزم، میبینم مراقب خودت باش. برو بشین. این مدل دیگه این روزا پیدا نمیشه. دیگه تولید نمیشه. این عروسک‌ها دیگه تو این مغازه فروخته نمیشن. حدوداً یه سالی میشه که اونا رو نمیارن. فقط یه عروسک مونده. بیاین نشونتون بدم. قربان این عروسک ها وارداتی هن. اما چون از مد افتادن دیگه کسی اینا رو نمیخره. ما هم دیگه از اینا نمیاریم. دانش آموزای عزیز، در دنیای امروز تحصیل زنان موضوع مهمیه. پیشرفت یه ملت به رفتار اون با زنها بستگی داره. برای مثال کشورهای پیشرفته، هند در میان کشورهای در حال توسعه حرف اولو میزنه. دلیلش اهمیتیه که ما به زنان کشورمون میدیم. تو حتی نمیتونی یه جمع ساده رو انجام بدی. چطوری میخوای امسال قبول شی؟ بگو ببینم. هر کاری میکنی جز درس خوندن؟ آره؟ قربان درد داره. بگو ببینم چی کار کنی؟ جواب منو بده. مراسم شروع شده. تو برو، من میفرستمشون. قربان خواهش میکنم. فردا من از هر کدومتون سوال میکنم که باید جواب بدین. اگر نه امسال همه میافتن. فهمیدین؟ بله. حالا برید.
برای کسب نتایج 100% در کلاس‌های 12 مدرسه ما توی امتحانات دانش آموزای کلاس 11 خیلی سخت گیری میکنه. حتی دانش آموزای متوسط هم نمیتونن قبول شن. تو زیر متوسطی حتما میفتی. شارمی میدونی که سال دیگه نباید یه علامت سیاه کنار اسم من باشه. هفته پیش دیدم داشتی با این پسر موتور سواری میکردی. آره تو خوب درس نمیخونی، میری گردش و خوش گذرونی. تو خیلی ضعیفی. فکر کنم باید والدین تو ببینم. خواهش میکنم خواهش میکنم نمیخوای ببینمشون؟ پس اگه چیزی بگم گوش میدی؟ آره یا نه؟ باشه دیگه نمیخوای گوش بدی؟ پس برو به مراسمت برس. اگه میخوای سال دیگه بری کلاس 12 پس برو درو ببند. مدرسه ما رتبه اول و در کل چنای داره. دلیلش روش تدریس و امنیت مدرسه ماست. من از همه معلم‌ها از این بابت تشکر میکنم. و حالا مهمون ویژه ما خانم آنابلا جورج میخواد یه شعبده بازی جالب انجام بده. خیلی خوب، فردا درس 4 رو شروع میکنیم. چشم خانوم. خانم کوهیلا، همسرتون رسیده؟ آره بیرون منتظره. من فردا نصف روز مرخصیم. میخوام کایالو ببرم گفتار درمانی. باشه پیشرفتی کرده؟ آره بعضی وقتا میگه مامان. خانم بیجی. اوه ببخشید میرم، یادم رفته بود. بیا. خانوم خیلی خوشگله. ممنونم. به والدینتم تبریک بگو. چرا خودتون نمیگی؟ سالگردتون مبارک. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. سالگردتون مبارک. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. ممنون خانم. خدا. این دستگاه ویژگی‌های زیادی داره. درسته. منم یه دونه واسه کایال گرفتم. بعد از شنیدن صداهای ضبط شده حرف زدن واسش راحت تره. چه دستگاه خوبی. میگم تو کی میخوای ازدواج کنی؟ من نمیتونم بی خیال کایال بشم. فقط با یکی که اونو قبول کنه ازدواج میکنم. خیلی سخته همچین کسی رو پیدا کنی ویجی. هی مراقب باشی.
دیروز سالگرد ازدواجمون بود. قول داد زود بیاد خونه. از همه دوستا و فامیلاتون پرسجو کرده؟ از همه پرسید. دیدم میرا سواره یه تاکسی شد. پلاکشو چک نکردم. اسم یا عکس یا علامت خاصی روش ندیدی؟ نه یادم نمیاد، فقط اتوبوس اومد و من رفتم. لطفاً با ما بیا همه تاکسی اتوماتیک منطقه رو چک کنیم تا شناساییش کنیم. نه من اصلا یادم نمیاد. وقت مدرسه کایل تمومه، باید برم. خواهش میکنم هر اطلاعاتی که بدی به ما کمک میکنه. میتونه جون یه دختر رو نجات بده. آقا منم نگرانم، ولی نمیفهمید چی میگم. هرچی میدونستم گفتم. خانم خواهش میکنم با ما همکاری کن. آقا خواهش میکنم درک کنی. ممکنه کایل گریه کنه و ضعیف بشه. هیچ خبری از میرا که گم شده نیست. ما نگرانیم که تو چه شرایطی قراره پیداش کنیم. خواهش میکنم. آقا من بچه دارم، باید برم. ببخشید خانم. اینقدر حباب درست نکن. یکم دیگه اتوبوس میاد میریم خونه. به جای اینکه زودتر راه بیافتیم هی وایسادی به شیطونی کردن و دیرمون شد. اگه دوباره تکرار کنی دیگه جایی نمیبرم تا. تاکسی. بیا اینجا. خانم شما تاکسی خواستین؟ بفرمایید تو خانم. بفرمایید، جای نگرانی نیست. خانم برو دنبالش برو. خانم صبر کن. ببخشید صبر کن یه لحظه. رفیقت چنگمون پرید. نه یکی دیگه رو پیدا میکنی. اون یارو کیه؟ نگاه کن یکی باشه. ای تو بادیگاردشی ها؟ نمیدونستم تو پلیسی. فکر کردی من خلافکارم؟ نه فکر کردم تو علوف و بیکاری. خلافکار از بیکار بهتر. پدر کایال الان کجاست؟ کایال دختر من نیست. میدونم. کایال دختر خواهر بزرگته که بعد از یه بیماری فوت کرد و همسرش کایالو ول کرد چون نمیتونه درست صحبت کنه. برای همین تو مسئولیت کایالو قبول کردی. درسته؟ تو از کجا میدونی؟ از آمو پرسیدم. آمو چطوری؟ من بهش قول دادم دفعه بعدی یه جوری کارنامه‌اش امضا کنم که تو مچشو نگیری. اونم اطلاعات تو رو به من. اینا همه کارهای کایاله؟ آره اون همیشه نقاشی میکشه، با نقاشیاش حرف میزنه، منم بهش اجازه میدم. تو دفعه قبل پول مدادی طراحی شو دادی؟
نه 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 نه. خوشحالیه؟ باشه. شب بخیر. آرون بیا فردا بریم تاکسی رو چک کنیم. اگه چیزی یادم اومد بهت میگم. ممنون. چرخ پنچر شده. ای بابا. الو؟ جلوی اون تاکسی رو بگیر. چی شده قربان؟ جلوشو بگیر. ای تاکسی! باشه. وایسا برو پل نولامبر. ما داریم میباسیم. قربان چی شده؟ جسد میرا توی زباله‌های شهرداری پیدا شده. منظورتون چیه قربان؟ سلام، بگو ویجی. تاکسی که میرا سوارش شد. ویجی آنتن نداری. الو؟ الو؟ پشت اون تاکسی. پشت تاکسی ویجی صدات نمیاد. الو؟ پشت اون تاکسی. الو؟
الو پشت تاکسی. هیچی صدات نمیاد. الو مراقب باشید. بدون اینکه به جسد دست بزنید فقط زباله‌هاش رو بردارید. با دقت بردارید. ما از پاسگاه پلیس کاچهار اومدیم. خوش اومدین قربان. کارمند اینجا اولین نفریه که جسد رو دیده. مراقب باشید. صبر داشته باشید. آروم. چقدر اینجا بوده قربان؟ فقط نیم ساعت. یه محدوده منطقه ماست. ولی به ما گفتن پرونده رو به شما ارجاع بدین. آروم باشید. الو پشت تاکسی که میرا سوار شد یه ستاره قرمز داشت. کلمه مسابقه هم نوشته شده بود. خیلی سعی کردم باها تماس بگیرم و خبر بدم. قربان میگم به جون مادرم میگم من کسی رو نکشتم، فقط دوست دارم دختره رو اذیت کنم. همین. فقط دوست داری دختره رو اذیت کنی؟ بزن کی دیگه هم دسته؟ حرف بزن. یه نفر دیگه با هم دسته. این باراج قربان. این باراج؟ من دختره رو سوار میکنم میبرم خونه اون بهم پول میده، فقط تا اونجای کار با منه. غیر از اون دیگه نمیتونم با دختره چیکار میکنم. نمیتونم. این باراج چی کار است؟ معلم مدرسه. این کاریه که یه معلم بکنه؟ آره. کدوم مدرسه است؟ نمیدونم فقط خونه چه بلده. جوری با احترام حرف میزنی انگار رئیس اتحار حرف بزن. هی خونش کجاست؟ سایدافی خیابونه عربیده. شده قربان. هی برو تو. همه جا را خوب بگردی. چشم قربان. پس این یادوه. ما تو کلاس اون درس میخونه. دانش آموزا فراغاتون حاضره؟ بله قربان. ساکت. کی کمتر از 35% گرفته؟ قربان کیف مدرسه میرا. برادر درصدت چقدر؟ 34 قربان. نشنیدم. بلند بگو تا همه بشنون. 34 قربان. کل خونه رو گشتیم، چیزی مربوط به قتل پیدا نکردیم. آرون حتما توی مدرسه است.
تو همه امتحانات افتادی. خب همه برید. مدرسه ازم خواسته لیست کسایی که باید بیفتن و بهشون بدن. فکر کنم اول باید اسم تو رو بدم. آقا خواهش میکنم نه این کارو نکن. تو اصلا به حرف من گوش نمیدی. خب چی کار باید بکنم؟ ها؟ پس باید اسم تو بذارم توی لیست داره؟ نه آقا به حرفتون گوش میکنم. گوش میدی؟ قول میدم. پس برو در کلاس رو ببند. برو. من تا 5 میشمارم. آقا خواهش میکنم. 1 2 آقای ایماراج. بله قربان. کجا پیداش کنم؟ مدرسه تعطیل شده، حتما رفته مرکز تحصیلی توی سایتاپت. آقا 5 قربان چی شده؟ هیچی، برو. باید بری مرکز تحصیلی. باشه. خواهش میکنم آقا. میخواین چی بگم؟ چرا این کارو کردی؟ تا حالا عمق تنهایی رو حس کردی؟ یکی که بیدارت کنه و یکی که بهت اهمیت بده. تا حالا بدون همه اینا زندگی کردی؟ کارتو دوست نداشته باشی، یه زندگی خسته کننده بدون هیچ فراز و نشیبی. توی زندگی هیجان لازمه. برای همینم برای این دخترها رو میکشی هان؟ برای این میکشی هان؟ من کسی رو نکشتم. این باراج، ما میدونیم که اون روز میرا رو بردی خونت. میرا شاگرد منه. اون روز با یه تاکسی رفت، همون جوری که باید برفت. ببخشید، مسافر رو ندیدم. منم سوار شدم، انگار تصادف. مطمئنی؟ بله خواهش میکنم. بعد مجبورش کردم بیاد خونه من. به نظرتون قشنگ نیست؟ خیلی خوبه. زن منم خیلی قشنگ قلاب دوزی میکنه. اون کلی چیزای قشنگ درست کرده و آویزون کرده توی خونه. آره بیا بریم خونه ما، غافلگیر میشی. برو.
بشین عزیزم، یکم چایی برات درست میکنم. ممنون قربان. میرا، این فقط یه قرص ویتامینه. هی میرا، را گوش کن، را صبر کن. هی درو باز کن میرا، درو باز کن. وقتی اومدم بیرون دنبالش گشتم، میرا دیگه اونجا نبود. بعدش که شنیدم گم شده، به کارم توی مدرسه ادامه دادم. کار دیگه ای نکردم. دروغ نگو این باراج. یه جوری رفتار میکنی انگار از هیچی نمیترسی. تو هر 4 تا دختر رو کشتی. داری فیلم بازی میکنی تا از پرونده در بری. ما نمیذاریم تو زنده بمونی. راستشو بگو تا حداقل زندانی شی. ببخشید آقا، میخوان توی یه پرونده حل نشده برای من پاپوش درست کنین و پرونده رو ببندین؟ فکر کردی میخوایم برات پاپوش درست کنیم هان؟ اینجوری فکر کردی؟ حالا پاشو تو دوست داری دخترها رو شکنجه بدی یا بکشی؟ صبر کن، باید توی زندان ازت بازجویی کنیم. اینجا نمیشه. اون از حرفه معلمی سوء استفاده میکرد تا به دختران نزدیک بشه. ما در حال وقوع جرم دستگیرش کردیم. قربان، چون همه شواهد علیه اونه، میخواد اینجوری یه سری داستان سرهم کنه و فرار کنه. اگه گناهکار باشه میدونه که دارش میزنن. قطعا داره دروغ میگه. فکر کنم اگه بهش مجازات درجه 3 بدیم دهنش باز بشه. آفرین لاکشمی، میترسیدم نتونید پیداش کنید. آفرین به گروهت. ممنونم قربان. چرا داری عروسکو میذاری صندوق عقب؟ این به آمو نگیا. این یه غافلگیری از طرف من به آموه که وقتی کیکشو برید میخوام بهش بدم. آمو تولدت مبارک. تولدت مبارک. کیانو؟ خوشت اومد؟ وایسی باید یه سلفی بگیریم. خیلی خب، همه آماده؟ این چه قیافه یه؟ بخند. بی خیال پرونده. بخندین. این دختر رو ببین. خوشگله برادر. خیلی خوشگله. هر دختری که دوست داری رو میشناسم. منظورت چی؟ طبقه دوم قربان. پلیس بیمارستان رو محاصره کرده. نمیتونی فرار کنی. اسلحه‌تو بنداز زمین. نزدیک نیا، وگرنه بهش شلیک میکنم. این باراج داری پشت سر هم اشتباه میکنی. ولش کن. نه، شما میخواین برام پاپوش درست کنین و گیرم بندازین. هرچی هم بگی همه شواهد علیه توه. بهتره تسلیم بشی تا کاری باهات نداشته باشی. مهم نیست من چی کار میکنم، بالاخره منو میکشین. خیلی خوب میدونم. نمیتونی فرار کنی این باراج. اسلحه‌تو من نمیتونم. همتون اسلحه‌تون رو بندازین برین عقب. گفتم برین عقب. گفتم برین عقب وگرنه میکشمش. گوش بده این باراج. برین عقب. خانم، اون اسلحه رو اشتباهی گرفته دستش. خیلی هم بی‌قراره. باید به حرفش گوش بدیم. میتونیم قبل از اینکه از بیمارستان بره بگیریمش. تو دهنتو ببند. خانم، اون اسلحه حساسی دستشه. راحت شلیک میکنه. خودم میدونم. تو از اینجا خانم، باید گروگان رو نجات بدیم یا یه مشکل جدید پیدا کنیم. بیرون. اینجا رو ببین.
تکرار میکنم اسلحه‌تو بده به من و تسلیم شو. نه 3 میشمارم همتون اسلحه‌تون رو بدازین و برین عقب، وگرنه بهش شلیک میکنم. 1 2 اسلحه‌تون رو بندازین. 3 میندازین یا نه؟ آرون اما خیلی وقته که گم شده، همه جا رو دنبالش گشتیم. من واقعا اتفاقی براش نگرانشم. نیفتاده، همین اطرافه، دنبالش میگردیم. نه اون توی چه این اتفاق افتاد؟ قوی باش تا فردا پیداش دخترم هیچی نمیشه. اون پسری که داشت با دوربینش فیلم میگرفت کجاست؟ تولدت مبارک. پرونده رو فراموش کن، بخند، آما رو صدا کن، وقت بریدن کیکه، باشه؟ باشه عمو. اما وقتشه کیکو ببری، پدرت داره صدات میکنه، بیا صبر کن الان میام. اما وقتشه کیکو ببری، پدرت داره صدات میکنه، بیا صبر کن الان میام. عمو اون نمیاد. تو فهمیدی داشت با کی حرف میزد؟ نه عمو. نترس، بیشتر فکر کن، بهم جواب بده. آها با یه پسر که یه بلوز آبی پوشیده بود رفت اون طرف. تولدت مبارک. من آما رو جایی نبردم. توی فیلم دیدم تو بردیش بیرون، وقتی داشت با تو حرف میزد از در رفت بیرون. دروغ نکن. چرا باید دروغ بگم؟ من بهت رحم نمی کنم، توی زندون حسابتو میرسم. جواب بده، جواب بده. قربان فکر کردم اگه روز تولدش بهش پیشنهاد بدم عشقمو قبول میکنه، برای همین صداش کردم بیرون. اون موقع یه ون از جهت مخالف اومد، من ونو دیدم. یه ون؟ بله قربان، فکر کردم یکی از فامیلای عموه، باهاش خدافظی کردم. راننده‌شو دیدی؟ نه آقا. چه مدلی بود؟ تو تاریکی ندیدم آقا. هر کسی که اومده بوده تولد میتونسته راننده اون ماشین بشه. مطمئنم اون ون مال همون روانیه. اطرافو بگرد. باشه. دایی اون ماشین رو چه کردی؟
قربان دستیار کمیسره. اون موقع یه ون از جهت مخالف اومد. یه ون؟ آره قربان. من فکر کردم یکی از فامیلای آقا باش خدافظی کردم. رانندش رو دیدی؟ نه آقا. مدلش چی بود؟ تو تاریکی ندیدم آقا. آرام اما رو زنده برمیگردونی؟ البته من جونمو میذارم تا اونو نجات بدم. درست شده که گم شده. من بهت اعتماد دارم. اما مغز یه پلیسو داره. حتی اگه اونو بگیرتش میتونه فرار کنه. یادت چجوری مجبورت کرد امضای منو جعل کنی؟ چشمای اون خیلی بزرگ و گرده. اون یه جوری فرار میکنه و بر میگرده. اگه پیداش کنیم برای همیشه این شغل رو ترک میکنم و برای همیشه از این شهر میریم، برمیگردیم ولایت خودمون. خب نمیتونم بهش فکر نکنم. اون درست جلوی چشمم. برای همین نمیتونم اشکامو کنترل کنم. ما برش میگردیم. آرا چی اونجاست؟ گفتم چی اونجاست؟ هیچی. اما؟ هیچی. اون آمای ماست؟ آره؟ راستشو بگو. اون آمای ماست. برم کن. برم کن. بذار ببینمش. گفتم برم کن. برم کن. میخوام ببینمش. میخوام ببینمش. چی میشه؟ نباید بری اونجا برم. نه نباید بری. یادت باشه منم یه پلیسم. میدونم برادر. بذار ببینمش. برم کن. گفتم میخوام ببینمش. میخوام ببینمش. میخوام ببینمش. چه خبر آرون؟ چی شده؟ این چیه؟ هیچی. خب این من من این خرسو برای آما گرفته بودم. گذاشته بودمش توی صندوق عقب ماشین. وقتی درشو بردم دوباره ناراحت شدم. به چی داری نگاه میکنی؟ آرون مگه نگفتی که یه سرنخی از آما داری؟ مگه نگفتی؟ بیا سویچ ماشین رو بگیرش. ماشین رو بردار و برو. نگاه کن. بیا برو قبل از غروب برگرد. یعنی آما رو برش گردون. خب بیا دیگه سویچ رو بگیر. باش دیگه مادر چی هستی؟ خب ما بریم تو. بیا بریم. ماشین جا گذاشته بودم.
همیشه همین کارو میکنی. حالا بنده باشه اونجا ببرش بذار اونجا. கண்ணம்மா கண்விழி கண்ணீர்தான் என் மொழி நீ இல்லா வானத்தின் நீளம்தான் என் வலி எங்கு இருப்பாய் அங்கு வருவேன் வேறு என்ன வேண்டும் கண்ணம்மா கண்விழி கண்ணம்மா کن. اما مراقب باش. حواسش پرت نکنه. اگه حواسش پرت کنی چجوری توقع داری راننده بیاد بگیره؟ آخه میدونی من دست فرمونم حواسش پرت نکن دیگه. مواظب باش. مامای عزیز ما رو شکنجه کرد و کش. الانم حتما خوشحاله که ما داریم عزاداری میکنیم، ولی ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. آرون، گزارش کالبد شکافی دخترتونه. حالا میگید من باهاش چی کار کنم دکتر؟ اونو قصابی کرده و تیکه تیکش کرده. من چی کار کنم؟ من واقعا متاسفم. نمیدونم تا کی میتونم ازش مخفی کنم. ما داریم میریم، مراقب خودت باش. توی بیمارستان خیلی موقعیت بحرانی بود، برای همین مجبور شدیم از اسلحه استفاده کنیم. آقای آرون توی مدرسه از تفنگش استفاده کرده. این چه کاریه؟ قهرمان‌بازیه؟ علیه اون شکایت نشده، هیچ تعقیب قانونی هم وجود نداره. پس از کجا فهمیدن که اون مجرمه؟ فکر میکنین از پلیس بازجویی نمیشه؟ آقای آرون باید تا 2 روز دیگه در این کمیته حاضر بشه، وگرنه شما به عنوان یه افسر پلیس خلع درجه میشین و از کار اخراج میشین. اینم برگ احضاری است که میگه باید در کمیته حاضر بشی. ببخشید آرون، من چاره ای ندارم. من برای 3 ماه تو رو رسما تعلیق میکنم. تو دیگه تو این پرونده مسئولیتی نداری. آرون! آرون! نه! خواهش میکنم! به جز دانش آموز بودن یه ارتباط دیگه بین قربانی ها وجود داره. نتونستم بفهمم چیه. من بازندم بیچی. حتی نتونستم یه شخص نزدیک به خودم رو نجات بدم، حتی یه نفر. پس فایده پلیس بودن چیه؟ من میترسم. کنار من باش بیچی. من از این کار استعفا میدم. بیا از اینجا بریم یه جای دور. نتونستم بفهمم چیه. من بازندم بیچی. حتی نتونستم یه شخص نزدیک به خودم رو نجات بدم، حتی یه نفر. هی چرا اینا رو ضبط کردی ها؟ ببخشید،
وقتی یکی حرف میزنه اون صداشو با این ضبط میکنه و برای گفتار درمانیش استفاده میکنه. میرا اینو براش از همون جایی که مال خودشو خرید آورده. پس سمک میرام همین امکاناتو داره؟ آره. چیزی که توی جسد میرا پیدا شده. سمک میرا، سالگردتون مبارک. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. وقتی به سرش ضربه خورده صدا ضبط شده. این صدای میراست. فکر نکنم این موزیک جایی پخش شده باشه. موضوع اینه که این آهنگ به هیچ زبونی نیست، ولی این میکس مکزیکی و هندیه. برای همینم فکر میکنم یه آهنگ از سبک انگلیسی هندی باشه و طبق استایل آهنگ میشه گفت اون یه قاصد روانیه که پیانیست هم هست. میدونین شاید اینطوری باشه. قربان همچین برنامه‌ای رو میشه ترتیب داد و بین ساعت 9 تا 10 اوجشه. یعنی ما بعد از مدیر کل اجازه بگیریم. قربان من تعلیق شدم. برای همین دیگه بدون نامه مشکل پیش میاد. من باید به مدیر کل جواب پس بدم. آرون امیدوارم موقعیت رو درک کنی. خانم لاکشمی با کمیته خیلی به مشکل خورده چون تو نرفتی اونجا. خیلی از دست عصبانیه. بهش اخطار دادن تا 2 روز دیگه ببرتت اونجا. بعد تو ازش یه نامه میخوای. فکر کردی امضاش میکنه؟ سلام تلای، این موج 7/92 و من کارتیک هستم با 100 آهنگ برتر. امشب آهنگای عالی منتظر شماست. فقط لازمه به آهنگایی که ما پخش میکنیم گوش بدین. در ضمن این یه آهنگ خیلی کمیابه و به ما بگید که آهنگساز اون کیه و کجاست و کجا شنیدینش و اطلاعات اونو به ما بدید. نفر اول با ما تماس گرفتن. بیاد باهاش صحبت کنیم. سلام. من ماری هستم از تانبارم. خب ماری، حالا که آهنگو گوش دادی اطلاعاتی ازش داری یا نه؟ بیخیال آقا، این آهنگ خالیه. یه سرنخی به اون بده تا بتونیم پیداش کنیم. این آهنگ برای تو. نفر دوم. سلام. میشه آهنگ خیلی عالی بود ولی آشنا به نظر نمیاد. نه نمیتونم حدس بزنم. یه نفر دیگه تماس گرفت. سلام. این آهنگ برای تو. لذت ببر. این آهنگ برای شما خانم. لذت ببرین. و اینم آخرین آهنگ. این قسمت برنامه مال شما. عالیه. این قسمت هم برای شما. لذت ببرین. خیلی خوب. حالا میتونم بگم که بله اینم آهنگ قشنگه. اینم برای شماست. قربان قرار بود برنامه نیم ساعت باشه، اما چون شما مسئله رو به ما گفتین بیشتر از 1 ساعت داریم ادامه میدیم. برنامه بعدی برنامه زنده است با حضور کاروناکاران بازیگر. انگار یه دختر آهنگو شنیده. اون پشت خط منتظره. ادامه بده سوتا. بگو چه اطلاعاتی در مورد آهنگ داری. این آهنگو توی مراسم سالگرد مدرسه‌مون شنیدم. پس این آهنگو تو سالگرد مراسم مدرسه‌تون شنیدی؟ بله آقا. سوتا مراسم کی بود؟ در واقع 3 ماه پیش بود. میدونید از مراسم فیلم برداری کردین؟
قربان، شما اطلاعات و شماره تماس این خانم دارین؟ قربان، این خانم مشکل گفتاری داره. اون داوطلب شد برنامه رو اجرا کنه، اما از اونجا که مشکل گفتاری داره نتونستیم ازش شماره تلفنی چیزی بگیریم. متاسفم. الو. سلام ویجی، مدرسه ای؟ آره. چند روز قبل از اینکه میرا گم بشه توی مدرسه مراسم شعبده بازی داشتیم. آره. یه زن مراسم رو اجرا کرد. آره. سری برو اتاق مدیر و فیلم اون شعبده بازی رو نگاه. بله آرام. سلام. برو مدرسه آمودا، یه مراسم شعبده بازی چند روز توش برگزار شد. فیلمش رو چک کن. نگه دار. توی این پرونده اولین قربانی سامی کتاب بود. سامی کتاب روز 20 اکتبر دزدیده شده. مراسم سالانه مدرسه روز 18 اکتبر اجرا شد. دومین نفر روز 16 نوامبر. روز 14 نوامبر توی مدرسهش جشن برگزار شده قربان. سومی میرا. روز 20 دسامبر دزدیده شده قربان. روز 18 دسامبر مراسم سالگرد. چهارمی آما. 2 روز قبل از دزدیده شدن دخترها توی مدرسه همشون یه مراسم داشتن. توی همه اونا شعبده بازی اجرا شده. اون زن برای دزدیدن دخترها از شعبده بازی استفاده چطور؟ اول اینکه با شعبده بازی اونا رو تحت تاثیر قرار میده. دوم ازشون میخواد برای نمایش داوطلب بشن. سوم با دانش آموز داوطلب شده ارتباط برقرار میکنه و باهاشون صمیمی میشه. چهارم براشون کمین میکنه. پنجم دقیقاً 2 روز بعد از دیدن اونا بدون هیچ مشکلی میدوزتشون. این الگوی روتین اونه. اول باید ببینیم اون خانوم توی کدوم یکی از مدرسه ها شعبده بازی کرده، ولی باید مخفیانه باشه. تا 1 ساعت دیگه جزئیاتو بهتون میگم. آرون، روز 17 ماه یه مراسم شعبده بازی تو مدرسه آنماری توی پرور اجرا شده. با همین خانومه بوده. امروز چندمه؟ امروز 19. روز دوم بعد از برنامه. درسته. وقت تمومه، زنگو بزن. الو؟ وایسا، 10 دقیقه دیگه صبر کن. نگاه در قفل. نگهبان در اصلی قفل. اتاق مدیر کجاست؟ همین بغل. خانم من به شما زنگ زدم. وایسا دختر تو کدوم کلاسه؟ اون سانجاست، کلاس 10 الف. اون شاگرد اول مدرسه است. کلاس 10 الف؟ طبقه اول. خیلی خوب، بچه متوجه شدین که برای فردا. خانم من آرام هستم از اداره پلیس. قربان مشکلی هست؟ آقا گوشتون با منه؟ خانم یه جلسه آگاهی برای امنیت کودکانه. باشه قربان، بفرمایید. دخترها فقط یه نصیحت کوچیک، همه آدما مهربون و خوب نیستن. مشکلات هر جایی تو خونه و جاهای عمومی ممکنه رخ بده. اگه با مشکل روبرو شدید این 5 نکته رو یادتون باشه. نکته اول، نترسین. ترس بزرگترین دشمن ماست. از نظر فیزیکی و روانی ما رو ضعیف میکنه. نکته 2، با موقعیت روبرو بشید. به دشمنتون نشون بدید که شجاع هستید. نکته 3، سریع راهی پیدا کنید که بتونید از موقعیت فرار کنید. نکته 4، سعی کنید به یه نفر اطلاع بدید. نکته 5، اگر نتونستین از نکته‌های قبل استفاده کنید با تمام قدرت و توان به دشمن حمله کنید. اینو میدونستید که هیچ مردی نمیتونه دردسرای ما رو تحمل کنه؟ پس همه قدرتتون رو به کار بگیرید. با اعتماد به نفس و شجاع باشید. فهمیدین دخترها؟
یادتون باشه پلیس اینجاست تا امنیت و آرامش شما رو تامین کنه. همتون موبایل دارید؟ خانم مدیر با شما کار داشت، میشه برید دفترش؟ باشه. خب حالا بگید همتون موبایل دارین؟ بله. این شماره شخصی منه، ذخیرش کنید. شماره منو ذخیره کردی؟ بله آقا. نشونم بده. خیلی خوب. ممنون برای اینکه وقت گذاشتین. تاکسی شماره 6267. مراقب باشید گمش نکنید. وای نسا ادامه بده. گفتم وای نسا. چرا وایسادی؟ به این کارت ما موندیم پشت چراغ قرمز. تاکسی از پارک پیچید چپ. تو ادامه بده. رازو داشت. آرون از اونجایی که هستی بپیچ به راست. اونجا آموزشگاه واسانتامانی رو میبینی. دختره رفت. برم راست؟ آره. آره دختره اومد. لینکات داره سوار موتور میشه. برو دنبالش. فاصلت رو حفظ کن. مراقب باشم. ماشین اونجا نیست. با تو مستقیم برو. شما برید چپ.
بله، با کی کار داری؟ راننده ون ازت چی پرسید؟ آدرس پرسید. اون چه شکلی بود؟ شما کی هستی؟ من آرانم. یادته اومدم کلاستون رو شماره‌مو بهت دادم. آها، ببخشید قربان، شما حتما رفتین کلاس خواهرم سانجا. آخه من سانجیتام، خواهر دوقلوشم. چرا سانجا هنوز نیومده خونه؟ اون کلاس موسیقی داشت. کجا؟ درست روبروی مدرسه‌ش. چی شده آقا؟ چی شد سیمون؟ یه جعبه کادو پیدا کردم. سیمون سری برو اتاق کنترل. شماره سانجا رو ردیابی کن. سلام قربان. بله. شماره رو پیدا کردم، داره از پل کاتیپارا توی گیندی رد میشه. خوبه دنبالش کنی. کاتیپارا. آرون داره از جاده بینی میره سمت کوه سنتوماس. خیلی خوب. ما داریم میریم به منطقه سنتوماس. به ردیابی ادامه بدیم. آرون داره از کلیسای پاتریک رد میشه میره سمت بریتو. ما تقریبا نزدیک کوه سنتوماسیم. برو جا. حرکت دیگه ای کرد؟ حرکت دیگه. آرون شماره در حال حرکت بود اما سیگنالشو گم کردی. آخرین سیگنال کجا بود؟ منطقه بریتو، خیابون بابا. کجاییم خانم؟ خانوادم دنبالم میگردن. من میخوام برم خونه. امکان نداره تونسته باشن بلیطو خارج باشن. اگه خارج شده بودن سیگنال میافتاد روی برج بعدی و ما دریافتش میکردیم. راست. خانم من باید برم دستشویی. بنکات همونجا هست. مستقیم برو چک کن. تو برو چپ.
سلام سانجا. آقای آرون، من سانجا. حرف بزن. من یه چیزی کردم. میدونم سانجا، دقیقاً کجایی؟ من توی دستشوی قایم شدم. نگران نباش سانجا، ما نزدیکیم. آرون تماس از اتاقتون. یه لحظه. الو آرون، موبایل دختره درست توی فاصله 200 متری شمالی شماست. توی خیابون دسکانته، ولی شما دارین برعکس میری. شنیدی چی گفتم؟ لعنتی، دور بزن خیابون اسکات. داره میاد تو، نمیدونم چی کار کنم. چی شد سانجا؟ بگو سانجا. من یادت چی بهت یاد داده بودم؟ تو رو خود منو نجات. نگران نباش، کجا باش؟ ما جاتو پیدا کردیم، نگران نباش. توی دستشوی پنجره هست؟ زود باش سانجا. آره یکی هست. شجاع باشه، با موقعیت رو برو شو. سعی کن پنجره رو بشکنی فرار کنی. یه چیزی پیدا کن که بشکنی. پنجره رو بشکن. سیمون محل دقیق سانجا رو بهم بگو. آرون سمت راست 5 متر جلوتر. آرون تلفن دقیقا همون جاییه که وایسادی. سانجا حالت خوبه؟ خوب. صدمه دیدی؟ چیزیت نشده؟ زنه کجا رفت؟ اون طرف. همینجا بمون، الان برمیگردم. برو دنبالش. نگات من خوبم، مشکلی نیست.
قربان لطفا لیست سال 2000 کودکانال به ما نشون بده. اینه. آران اون توی چنای زندگی میکنه. اسم این خانم آنابل جورج نیست، اسمش مری فرناندزه. این شخص توی عکسم فرناندزه. اون یه شعبده باز بوده. این خانم که استاد موسیقی بود وقتی همسرش فوت کرد شعبده بازی رو به عنوان یه شغل نیمه وقت شروع کرد. توی همین صحنه پسرش کریستوفر هم به همه معرفی شد، اما هم از دیدن کریستوفر شوکه شدن. میدونی چرا؟ چون از بچگیش مشکل هورمونی داشت که باعث شده بود شبیه یه پیرمرد باشه. واسه همین هیچ کدوم از دانش آموزا اونو قبول نکردن و طردش کردن. و کل داستان همین بود. و اونم رفت. کریستوفر بیا اینجا. سوفیا. ماری خیلی خوشحال شد که کریستوفر با صوفی دوست شده، اما هیچ کدوم از دوستای صوفیا اونا نپذیرفتن. ماری بدون اینکه بذاره چیزی روی کریستوفر تاثیر بذاره ازش مراقبت میکرد. تولدت مبارک. ممنون صوفی. اون میخواست بدون هیچ مشکلی کریستوفر رو به بهترین شعبده باز تبدیل کنه و وقتی ماری شروع به آموزش اون کرد همون موقع کریستوفر عاشق صوفی شد. صافیه صافی چی شده؟ چقدر هیجان داری؟ عالی بود. صافیه چی شده؟ من دوستت دارم. اولش صوفی شوکه شد. صوفی بعد باهاش صحبت کرد و سعی کرد بهش بفهمه، ولی از اونجا که نتونست صوفی شروع کرد از اون فاصله گرفتن. کریستوفر که نتونست حقیقت رو قبول کنه ناراحت شد و همش دنبال صوفی میرفت. لطفا با من حرف بزن. دوست نداره باهات حرف بزنه. چرا مزاحمش میشی؟ صوفیا به غیر از مادرم فقط تو به من اهمیت میدادی. لطفا صوفیا. و صوفی دیگه نتونست اونو تحمل کنه. صوفی اونو برد به کتابخونه و مجبورش کرد کتاب‌های مربوط به علم ژنتیک رو بخونه. اما چرا؟ صوفیا شرایط هورمونی اونو براش توضیح داد. این حرف نزن صوفیا، من طبیعیم. چرا گوش نمیدی کریستوفر؟ بهت چی صوفیا خواهش میکنم بهت میگم اینا رو نه این حرف نزن. وقتی که بعد از اون بازم کریستوفر بیخیال نشد صوفیا تحملش از دست داد و بهش گفت که اون نمیتونه ازدواج کنه. بهش گفت که اون عقیمه. سرش داد زد تا بهش بفهمونه این یعنی چی. بهش اخطار داد که دیگه به اسم عشق، دوستی یا ازدواج نره سمتش. اون شب با ماری در مورد شرایطش و اینکه چقدر بقیه ازش بدشون میاد حرف زد، اما مادرش ماری با تلاش زیاد متقاعدش کرد که اون بهترین شعبده باز دنیا میشه. برای اینکه اعتماد به نفس اونو تقویت کنه و مشکلات اونو بپوشونه تیپ اونو تغییر داد. اون با اعتماد به نفس رفت مدرسه. اما کلمه یقین قلب کریستوفر رو شکونده بود.
خانم ببخشید، نباید اون روز با کریستوفر اونجوری حرف میزدم. من فرداش تب کردم و مدرسه نرفتم. ماری با اون آشتی کرد، ازشون خواست دوباره با هم دوست بشن و بهش یه کادو داد. وقتی داشتم اون خانم رو دستگیر میکردم ترس رو توی چهره همه کسایی که اونجا بودن دیدم. چند روز بعد از آزاد شدنش شنیدم هر دوشون توی تصادف کشته شدن. اما تصور این که هنوز زنده است و با همون کینه داره آدم میکشه خیلی عجیبه. در هر صورت هر چی زودتر دستگیرش کنید وگرنه قربانیای بیشتری میگیره. الو یه کار مهم. چی شده؟ من همه فیلم و عکسایی که بهم دادین رو دیدم. بیا پیش من سریع. الان میام قربان. قربان آقای راجمانی کام. آرون رئیس چون میدونست ما راجمانی کامو دیدیم دارایی فرستاد اونجا. راجمانی کام به قتل رسیده بنکات. من همین الان اومدم خونش. جسدش رو پیدا کردم. منظورت چیه؟ حتما کار همون زن است. نباید از اینجا بیشتر از 10 کیلومتر دور شده باشه. به مناطق اطراف خبر بده. باشه میگم. تو هم سریع از اونجا برو. من همه عکس‌ها و فیلمایی که دادی رو دیدم. اینجا چی کار میکنی آرون؟ میخواست من رو ببینه، خیلی عجله داشت. یه دقیقه صبر کن. همینجا وایسا. آسوباتی بیا. باشه خانم. آرون من دستور دارم تو رو ببرم اداره پلیس. چی داری میگی؟ به چه جرمی؟ مقاومت نکن، فقط برو. چه غلطی میکنی؟ شما اینجا چی کار میکنین؟ بیارینش اداره. خوش اومدی آقای آرون. انگار خیلی دوست داری مردم بیفتن دنبالت. خانم به جز چیزی که قبلا متوجه شدیم این موضوع خیلی جدی تره. همونجور که گفتم فکرش مختل شده و به هم ریخته. برای همین داره آدمای مربوط به این پرونده رو هدف قرار میده. گوش کن، من تو رو تعلیق کردم چون نمیخواستم تو این پرونده دخالت کنی. خانم خواهش میکنم. تو نمیشه خفشی؟ دورای با دستم ببندش به یکی از اون نیمکتا. خانم خواهش میکنم به حرفم گوش بدین. خانم این بازی نیست، قضیه جدیه. قربان چرا مثل مجرما با اون رفتار به کار خودت برس. من دارم میرم گشت بزنم. مراقبش باش.
عکسایی که از خونه راجمانیکام آوردن کجاست؟ توی کاماده. یه لطفی بهم بکن. اون عکس‌ها رو برام بیار. قربان، اونا رو قراره بفرستن دادگاه. اگه بیارمشون بیرون برام دردسر میشه. همین الان اون زن داره بدون هیچ دلیلی قُر میزنه. فقط اون عکس‌ها رو برام 5 دقیقه لازم دارم. میخوام ببینم میتونم از توشون سرنخی پیدا کنم. خواهش میکنم. بفرمایید. فقط 1 دقیقه قربان. میزو بکشین جلوتر. گوش کن قربان. این سرنخیه که راجمانیکا میخواست به ما بگه. این زن 6 تا انگشت داره. تمام این مدت دنبال شخص اشتباهی بودیم. آرونو بازداشت کردیم. چشم قربان، قبل از ساعت 9 میاریمش. این دفعه هیچ بهونه‌ای ندارم. بله قربان، ممنون قربان. کی دستبنده اینو بدون اجازه من باز کرد؟ خانم خواهش میکنم به حرفام گوش بده. این عکس‌ها رو ببین. ها؟ مگه نباید این عکس‌ها رو میفرستادین لابراتوار؟ چطوری تو پاس و پاتی؟ خانم اگه ما دنبال ماری فرناندز بگردیم نمیتونیم اون روانی رو دستگیر کنیم. عزیزم هنوز نخوابیدی؟ خانم میخوای برات شعر بخونم؟ باشه. نینی داره میخوابه، مامان سر کاره، چشماشو هم میذاره. خانم خواهش میکنم به حرفم گوش بده. عقب و جلو گهواره رو تکون میده. نینی نگران نباش، مامانت اینجا. خانم این مشکل داره جدی‌تر میشه. خانم اگه ما دنبال ماری فرناندز بگردیم نمیتونیم قاتل رو دستگیر کنیم چون قاتل اصلی پسرش کریستوفره. این عکس‌ها رو نگاه کنین. اون نمیدونه ردش زده شده، اون راحت بیرون داره میچرخه. تو دیوونه شدی؟ میخوایم پرونده رو منحرف کنی؟ خانم تو این شرایط برو بیرون. تو این وضعیت پلیس داره دنبال یه زن میگرده به اسم ماری فرناندز. سن حدود 50 تا 55 سال، موی طلایی با مشکل تکلم، از یه ون استفاده میکنه. در صورت مشاهده متوقفش کنید. بهتره قبل از خواب برید از شویی. ها؟ خواهش میکنم. فقط امشب بذار یونیفرم بپوشم و این پرونده رو حل کنم. حتما دستگیرش میکنم. و وقتی از من سوال کرد چی باید بهشون بگم؟ بگم فرار کرد؟ کایال طبقه پایین بازی نکن. کایال
وقتی اینجوری فکر میکنی چطوری میخوای انجامش بدی؟ هی برو بیرون دیگه. ما برای مشکلات شخصیمون میذاریم کریستوفر فرار کنه. اگه خفه نشی و نری لباستو در میارم و زندانیت میکنم. جواب بده. خانم خواهش میکنم. ویجی چی شده؟ زود بگو. آرون یکی اینجاست، نمیدونم میخواد منو بکشه. کجایی؟ ویجی چه خبر؟ جواب منو بده ویجی. الو ویجی. ویجی فکر کنم رفته. چه شکلی بود؟ اون شبیه یه پیرمرد بود. کریستوفر. ویجی مراقب کایل باش، من تو راهم. کایل خوبه، جاش امنه. ویجی ویجی چی شد؟ الو ویجی. کایل کجاست ویجی؟ کایل ویجی چه برای سر کایل اومده؟ ویجی کایل کجاست؟ چه برای سرش اومده؟ اون کایلو برده. به هر قیمتی شده نجاتش بده، خواهش میکنم. قربان چی شده؟ بگو چی شده؟ کریستوفر کایلو گرفته. خانم کریستوفر بچه منو دزدیده. هی صبر کن، میخوای فیلم بازی کنی؟ تو برو دستبندو بیار. تا وقتی که فردا صبح تو رو تحویل کمیته ندم اجازه نداری پاتو از اینجا بذاری بیرون. اگه به خودت جرأت بدی و از اینجا بری میکشمت. حالیت شد؟ نه خانم. پاسو پاتی بنام. قربان اینو بگیرش. پاسو پاتی داری چی کار میکنی؟ هیچ وقت نمیتونی به آدم خود پسند بفهمونی. من از زندان رفتن نمیترسم. جون بچه‌تو نجات بده. میگم گوش کن، خانم خیلی عصبانیه، نمیخواد تا نیم ساعت دیگه کسی مزاحمش بشه، پس مزاحمش نشو. برو. سلام. ببخشید چرخ عقب ماشینتون شل شده. دارم با شما حرف میزنم. چرخ عقب شل شده. الو آرون، از اون زنه سرنخی پیدا کردی؟ قاتل اون زن نیست، پسرش کریستوفره. اون از ظاهر پیرش سوء استفاده کرده. الان کایالو گرفته. بیشتر توضیح میدی؟ آره جزئیات و حضوری بهت میگم. بهم بگو کریستوفر رو چجوری شناسایی کنیم؟ دست چپ 6 تا انگشت داره. به همه این اطلاعاتو بده. الو بنکات صدامو میشنوی؟ بنکات هنوز پشت خطی؟ الو بنکات میشنوی؟ الو یه لحظه صبر کن. چی شد بنکات؟ کریستوفر. الو کریستوفر پیاده شو. چرا جواب نمیدی؟ چی شده بنکات؟ گرفتمش آرون. جدی میگی بنکات؟ کریستوفر پیاده شو. بنکات چی شد؟ بنکات کجایی؟ من تو زیرگذر کنار سردخونه دکتر ناندارم. کایالم پیشمونه. بنکات کایالم پیشمونه. یه لحظه. آرون کایل اینجاست. حالش خوبه. بنکات معطل نکن، بهش شلیک کن. کریستوفر پیاده شو. بنکات بهش شلیک کن. بنکات فکر نکن، بزنش. بنکات بزنش. دستاتو ببر بالا، سانو بزن. معطل نکن بنکات، بهش شلیک کن. بهش شلیک کن. تکون نخور. بنکات بزنش. گوش بده چی میگم. معطل نکن بنکات، اینقدر فکر نکن، بزنش. گفتم بزنش بنکات. بنکات بزنش. بنکات بزنش. الو بنکات
چی شد؟ بله بنکات الو آقای ناندان قاتل ماری فرناندز نیست، پسرش کریستوفره. منظورت چیه رو؟ اون خیال از خونه دزدیده. وای خدا قربان بنکاتون رو توی زیرگذر نزدیک شما در تیر رست داره، میشه چک کنید؟ صبر کن کایل چجوری اومده اینجا؟ کایل تو چجوری اومدی؟ ها؟ بنکات باتو هستی باتو کایل باتو بارا شام بارا نه نزدیک اداره پست مونوپاکان پلیس دختر 6 ساله رو گرفته. همین الان فهمیدم. دخترم رو ول کن. من معطل نمی کنم، بهت شلیک می کنم. کریستوفر
نه کایال نه با دخترم کاری نداشته باش. نه باید ذهنشو مغشوش کنیم، اونجوری حواسش پرت میشه، گیج میشه. بعد از اون حواسش به یه دفعه دیگه پرت میشه، توی نقشه‌هاش اشتباه میکنه. توی اون لحظه ما میتونیم دستگیرش کنیم. عقیم حقیم کایال فرار کن. کایال فرار کن. کایال فرار کن. کایال بدو. نه کایال نه این کارو نکن. دیروز تیم چنای تیم کلکته رو شکست داد. نایت رایدرز تونست پیروز مسابقه بشه. قاتل روانی کریستوفر که دخترای مدرسه‌ای رو به قتل میرسون دیشب توسط پلیس کشته شد. بازرس لاکشمی و گروهش توسط رئیس پلیس و مردم تامیل نادو مورد تشویق قرار گرفتن. برای اخبار بیشتر در این زمینه خبرنگار پانیر سولان برامون گزارش میکنه. سلام پانیر. الو، من تهیه کننده راماسامی از فیلمسازی برات هستم. قاتل کریستوفر موضوع بحث همه کشوره. فکر کنم الان بهترین فرصت برای نوشتن داستان قتلی که برام تعریف کردی. با فیلمنامه بیا پیش من تا با هم صحبت کنیم. نظرت چیه ها؟ برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت کینگ مووی